همین حجت نشون میدهد که همین تاجیکستان در روز نوروز تأسیس شده بوده است. حجت حالا ببینید تاجیکستان 24 اکتبر سال 24 تأسیس شد. میگیم این تأسیس نیست، این قرار کمیته مرکزی درباره تأسیس جمهوری است. حالا بعد 25 نوامبر سال 24 حکومت اولین جمهوری تاجیکستان تحت سروری نصرتالله مقسوم تشکیل شد. 5 فوریه سال 25 علاقه اومدن به دوشنبه. جلسه اول میشه میگن که اکنون باید جمهوری رو تشکیل کنیم و با تنتنه اعلام کنیم. بعد اونجا نصرتالله مقسوم و دیگر بنیادگذاران تاجیکستان میگن که بیادم خیلی کنیم، شما کمیسه تشکیل کنید، شما نطق تیار کنید، شما اظهارات، شما منبری که اعلان میشه، شما لباسا، شما ارتش تیار میکنید. اما میگه که روز اعلان جمهوری را در روز نوروز میمونیم. بنابراین گفته است که همین قراری کمیته انقلابی جمهوری تاجیکستان از 10 مارس 25 میگه که ضرور دانسته می شود که روز اعلان جمهوری ضرور دانسته می شود که روز اعلان جمهوری با روز جشن سری سال مطابق کرده شود. اینو دیدید؟ و با نظر داشت این سفارش می شود که روز 15 مارس در همه جا جشنواره ها برپا کنید. تا امروز خود در تاریخ تاجیکان هم چه روزی خوشی باقی ماند. انا بینید که همین بنیادگذاران تاجیکستان خود نصرتالله مقسوم چقدر هویت ملی داشتن که روز اعلانی با تنتنه جمهوری تاجیکستان را بر روزی سری سال نوروز انتخاب کردن. بنابراین جمهوری تاجیکستان 15 مارس سال 1925 در شهر دوشنبه همچون دولتی نوی تاجیکان اعلان شده است و مخصوص روزی نوروز انتخاب شده است. بنابراین الان فاجعه‌اش در چی است؟ چرا دوام نیافت؟ بعد 2 روز یک حجت دیگه با در همین بایگانی است. کمیته مرکزی حزب نصرتالله مقسوم دعوت میکند، میگه که این چی بود؟ شما چرا اعلان جمهوری را با سال نوی مسلمانسکی نوی گود یک جا کردید؟ سببش بیانات نویس و محل شد. ولی این هیچ وقت اهمیتی او کارنامه اینا را کم نمیکند. بنابراین وقتی میگم تاجیکستان وطن نوروز است و تاجیکستان فرزند نوروز هم است، این در حجت دارد، این گپ خالی نیست. بار دیگر برای همه شما نوروز و این جشن و این دولتداری و این آزادی مبارک. تشکر.